بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، 70 مسألة مهمة في الصيام للشيخ عبد الله بن محمد النجمی حفظه الله تعالی. اینک به عون الله تعالی ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از 70 مسئله مهم عاید روزه از آن شیخ عبدالله بن محمد نجمی، الله سبحانه و تعالی این کس را حفظ کند. درس امروزی ما آغاز می‌یابد آنجا که فرمود المسألة 70 بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي تنتشر في رمضان نذكرها تحذيرا منها ولإظهار الحق فيها. يعني مسألة 70 بعض حديث های ضعیف و موضوع، حدیث های ضعیف یعنی ناصحیح و حدیث های ساخته که عاید رمضان پهن شدگی اند، ما آنها را ذکر میکنیم به خاطر از آنها احتیاط کردن و به خاطر اظهار حق در اینها، یعنی که در مورد اینها حق را اظهار کردن. الحديث الأول از جمله حدیث هایی که عاید رمضان پهن شدگی هستند که اینها حدیث های ضعیف یا که موضوع می باشند. حدیث یکم آن است که لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت امتی ان يكون رمضان السنة كلها إن الجنة لتتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول. یعنی اگر بنده ها می دانستند آنچه را که در رمضان است، یعنی آن برتری و آن بزرگی که در درون رمضان است و که در این ماه رمضان است، بنده ها می دانستند، البته امتی من آرزوها می کردند که ان یکون رمضان السنة كلها، یعنی تمام سال رمضان باشد و البته جنت به خاطر رمضان خود را آراسته می کند، زینت می دهد از سر سال تا به آخری سال. نعم. رواه ابن الجوزي رواه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وحكم عليه بالوضع. یعنی این حدیث را ابن جوزی در کتاب الموضوعات روایت کرده است و حکم به وضع کرده است، یعنی حدیث را موضوع گفته است، حدیث ساخته که ابن الجوزی یعنی جمال الدین عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی سال 508 هجری تولد شده، 597 هجری در سن 89 سالگی وفات کرده است. و رواه ابن خزیمه، این حدیث را ابن خزیمه نیز روایت کرده است و هو ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمه بن المغیرة بن صالح بن بکر السلمی النیسابوری سال 223 هجری تولد شده است و سال 311 هجری در سن 88 سالگی وفات کرده است. رواه ابن الجوزی گفتیم و رواه ابن خزیمه نیز روایت کرده است این حدیث. و قال بعد ان رواه، بعد از ذکر کردن یا که بعد از روایت کردن این حدیث،
گفت است که این صح الخبر ففي القلب من جرير ابن ایوب البجلی شیء. خب اگر این خبر صحیح باشد بس در قلب از جهت اون که در اسناد این جریر ابن ایوب بجلی است چیزی هست، یعنی در اسناد این حدیث همین کس می باشد. قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، حافظ ابن حجر یعنی احمد ابن حجر اسقلانی در کتاب لسان المیزان چنین گفته است عن جریر ابن ایوب، در آیدی که در مورد جریر ابن ایوب بجلی گفته است که مشهور بالضعف، با ضعیفی مشهور است. ثم نقل عن نعیم قوله فيه، بعد از آن سخن نعیم را در مورد جریر ابن ایوب چی گفتنش را نقل میکند ابن حجر. گفت است که کان یضع الحدیث، حدیث را وضع میکند، یعنی حدیث های ساخته ذکر میکند، نقل میکند. و عن البخاری قوله، و از بخاری قولش را نیز نقل میکند ابن حجر، یعنی محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم البخاری. منکر الحدیث، بخاری درباره جریر ابن ایوب گفت است که منکر الحدیث می باشد. و عن النسائی متروک، و از نسائی نقل می کند که گفت است که متروک است، متروک است، ترک است. نسائی ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی الخراسانی النسائی می باشد. در سال 215 هجری تولد شده، 303 هجری وفات کرده است در سن 88 سالگی. نعم، این بود بارک الله فیکم حدیث یکم از حدیث های موضوع و حدیث های ضعیف. لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت امتي ان يكون رمضان السنة كلها ان الجنة لا تتزين لرمضان من رأس الحول الى الحول. یعنی اگر بنده ها می دانستند آن برتری که در رمضان است، این را می دانستند، البته امتی من آرزو می کردند که رمضان کل سال باشد، کل سال چه؟ تمام سال رمضان باشد. هر آینه جنت به خاطر رمضان خود را زینت می دهد، از اولی سال تا به آخر. نه. الحديث الثاني، حديث دويوم، قلت اسكي يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم. ای مردم، هر آینه به سر شما ماهی بزرگ فرا رسیده است، بالای شما ماهی بزرگ فرا رسیده است، آمده است. شهر فیه لیلة خیر من 1000 شهر. این ماه است که در داخلش شب دارد که از 1000 ماه بهتر است. جعل الله صیامه فریضه، روزه این ماه را الله فرض گردانیده است. و قیام لیله تطوعا، و قیام شبش را، یعنی نمازهایی که یا که عبادتهایی که شبانه انجام داده می شود آنها را همچون تطوع، نافله، نفل و اختیاری قرار داده است. من تقرب فیه بخصلة من الخیر کان کمن ادى فریضة فیما سواه. یعنی در این ماه کسی یک خصلت خوب را چی پیشکش کند و وسیله آن به الله نزدیک شود، می شود مانند کسی که فرض را ادا کرده باشد در غیر این ماه، یعنی به مثال چنین کس می باشد. و هو شهر اوله رحمت، این ماه است که اولی او رحمت است، و وسطه مغفره، و میانه او مغفرت است، و آخره عتق من النار، و آخرش آزادی از آتش دوزخ می باشد. رواه ابن خزیمه روایت کرد فی صحیحه، و هو ابو بکر گفتیم محمد بن اسحاق بن خزیمه ابن المغیرة بن صالح بن بکر السلمی
النيسابوري در حديثي أكون قفت بدين. والمحاملي في أماليه، ومحاملي نيز این حدیث را روایت کرده است در کتابش به نام امالی. خب محاملی این ابو عبدالله البغدادي الحسين بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل ابن سعيد بن ابان الضبعي المحاملی می باشد که در سال 235 هجری تولد شده، 330 هجری در سن 95 سالگی وفات کرده است. والمحاملی في أماليه. والأصبهاني في الترغيب، وأصبهاني شكري إصفهان میگویند، اصبهانی در کتاب الترغیب نیز روایت کرده. اصبهانی إسماعيل بن محمد بن الفاضل ابن علي القرشي الصليحي التيمي الأصبهاني أبو القاسم الملقب بقوام السنة، لقبش خیلی بود است. در سال 457 هجری تولد شده، 535 هجری در سن 78 سالگی وفات کرده است. من طریق علی ابن زید ابن جدعان، از طریق علی ابن زیدی یکی زید ابن جدعان روایت کردن اینها. عن سعید ابن المسیب، از سعید ابن المسیب، عن سلمان، از سلمان، یعنی که از سلمان سعید ابن المسیب، از سعید ابن المسیب زید ابن که علی ابن زید ابن جدعان. نعم، از اینها. و هذا اسناد ضعیف، این اسنادی ضعیف است. بخاطر چی؟ لضعف علی ابن زید، بخاطر ضعیف بودن علی ابن زید. قال ابن سعد ابن سعد، این اساسا ابو عبدالله محمد ابن سعد ابن منیع الهاشمی بالولاء البصري البغدادي المعروف بابن سعد، این با ابن سعد معروف شدگی است که در سال 168 هجری تولد شده، 230 هجری در سن 62 سالگی وفات کرده است. ابن سعد گفته است که فیه ضعف، در این کس ضعف است، یعنی در علی ابن زید ابن جدعان. ولا يحتج به، این همچون حجت شدن میتواند. وقال احمد، این احمد ابن محمد ابن حنبل می باشد، لیس بالقوی، گفته است که زید ابن علی که عکس گفتم علی ابن زید ابن جدعان چی قوی نمی باشد. وقال ابن معین، ابن معین گفته است که ضعیف است. این گفته است ابن معین یحیی ابن معین ابن عون ابن زیاد المری بالولاء البغدادي ابو زكريا 158 هجری تولد شده. ابن معین 233 هجری در سن 75 سالگی وفات کرده است. وقال ابن ابي خيثمه، ابن ابي خيثمه یعنی ابو بکر احمد ابن ابي خيثمه که در سال 279 هجری وفات کرده است. در مورد علی ابن زید ابن جدعان گفته است که ضعیف فی کل شیء، در تمام چیز ضعیف می باشد گفته است. نعم. وقال ابن خزیمه، ابن خزیمه گفته است که لا احتج به لسوء حفظه، ابن خزیمه گفته است که من به او همچون حجت نمی آرم، یعنی وی را همچون حجت ذکر نمی کنم. به خاطرش به خاطر بد بودن حفظش. کذا فی تهذیب التهذیب، همچنین در تهذیب التهذیب آمده است. وقال ابن حجر فی الاطراف، ابن حجر عسقلانی در کتاب الاطراف گفته است که و مداره على علی ابن زید ابن جدعان و هو ضعیف، مدار این حدیث یعنی این حدیث به علی ابن زید ابن جدعان علاقمند می باشد. خب و هو ضعیف، این کس ضعیف می باشد، بنابراین حدیث مقبول نیست. و نقل ابن ابي حاتم عن ابيه في علل الحديث، ابن ابي حاتم از پدرش روایت میکند، نقل میکند در علل الحديث. شاید این ابن ابي حاتم عبدالرحمن ابن محمد ابن ابي محمد ابي حاتم باشد، ابن ادریس ابن المنذر التمیمی الحنظلی الرازی ابو محمد، شاید همون باشد.
که 240 هجری تولد شده، 327 هجری در سن 87 سالگی وفات کرده است. گفت است که حدیث منکر، این حدیثی منکر می باشد. نعم. الحديث الثالث حديث سيوم. نعم فهمیدن، یعنی که حدیث دوم کدام بوده است؟ تکرار میکنیم. یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم، ای مردم واقعا به سر شما ماه بزرگ فرا رسیده است. شهر فیه لیلة خیر من الف شهر، این ماهی است که در داخل خود شب دارد که بهتر از 1000 ماه است. جعل الله صیامه فریضه، الله روزه این ماه را همچون فرض قرار داده است. و قیام لیله تطوعا، و قیام شبش را یعنی شب خیزیش را همچون نافله و اختیاری قرار داده است. من تقرب فیه بخصلة من الخیر کان کمن ادى فریضة فیما سواه، کسی در این ماه یک خصلتی از خصلت‌های خوب را چه پیشنهاد کند انجام دهد، وی به مانند کسی می شود که وی کس فرض را در غیر رمضان ادا کرده باشد. و هو شهر اوله رحمت و وسطه مغفرت و آخره عتق من النار، این ماه است که اولش رحمت است و میانش مغفرت است و آخرش آزادی از دوزخ است. نعم حدیث گفتیم ضعیف است. الحديث الثالث حدیث سیوم. صوموا تصحوا، روزه گیرید صحت می شود. هو قطعة من حديث رواه ابن عدي في الكامل من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس، ونهشل متروك كان يكذب والضحاك لم يسمع من ابن عباس. يعني این حدیث صوموا تصحوا قطعه یک پاره از حدیث می باشد که وی حدیث را ابن عدی در کتاب الکامل روایت کرده است. ابن عدی این عبدالله ابن عدی ابن عبدالله ابن محمد ابن مبارک ابن قطان الجرجانی و ابو احمد می باشد که در سال 277 هجری تولد شده، 365 هجری در سن 88 سالگی وفات کرده است. ابن عدی در کتاب کامل روایت کرده است این حدیث را از طریق نهشل ابن سعید، وی باشد الضحاک، وی ضحاک باشد از ابن عباس. ضحاک یعنی که ضحاک ابن مزاحم الهلالی و ابو القاسم و گفتن و یقال ابو محمد الخراسانی است. خلاص و نهشلی که در این اسناد است متروک می باشد، کان یکذب دروغ می گفته بود، و ضحاک و خودی ضحاک باشد از ابن عباس شنیدگی نیست. و رواه الطبرانی فی الاوسط، امام طبرانی در کتاب الاوسط این حدیث را روایت کرده. سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی و الشامی و ابو القاسم من طریق محمد بن سلیمان بن ابی داود، از طریق محمد بن سلیمان بن ابی داود عن زهیر بن محمد، و باشد از زهیر بن محمد عن سهیل بن ابی صالح، و از سهیل بن ابی صالح عن ابی هریره، و سنده ضعیف، سند این هم ضعیف می باشد. نعم. قال ابو بکر الاثرم، ابو بکر اثرم گفت است که ابو بکر محمد بن محمد ابن هاني الاسکافی الاثرم الطائي که در سال 273 هجری وفات کرده است، گفته است که سمعت احمد و ذکر روایت الشامیین عن زهیر بن محمد، یعنی من احمد را شنیدم که وی ذکر کرده است روایتی اهل مردم شام را از زهیر بن محمد قال یروون عنه احادیث مناکیر هؤلاء، اینها یعنی همون اهل شام از زهیر بن محمد حدیث های منکر را روایت میکردند. و قال ابو حاتم گفت است که و محمد بن ادریس بن المنذر ابن داود ابن مهران الحنظلی 195 هجری
تولد شده، 277 هجری وفات کرده است. خلاصه ابو حاتم در چنین گفته است که فی حفظه سوء، یعنی در حفظ او بدی است، یعنی حفظ خوب ندارد. و کان حدیثه بالشام انکر من حدیثه بالعراقی لسوء حفظه، به خاطر حفظ بد داشتنش حدیثایی که در شام گفته است منکرتر هستند از اون حدیثایی را که در عراق گفته است. وقال العجلی، عجلی گفته است که و هذه الاحاديث التي يرويها اهل الشام عنه ليست تعجبني. عجلی یعنی احمد بن عبدالله بن صالح ابو الحسن العجلی در 181 هجری تولد شد، 261 هجری وفات کرده است. همین کس گفته است که همین حدیثایی را که وایها را اهل شام از وی روایت میکنند، یعنی از زهیر ابن محمد روایت میکنند، لیست تعجبنی، مرا معقول نمی باشند. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة، شوكاني در کتاب الفوائد المجموعة در فلان صحیفه، صحیفه 90 گفته است چنین گفت که قال الصغانی موضوع، صغانی گفته است که این حدیث موضوع است. و قال في المختصر، در کتاب المختصر گفته است که ضعیف است. الصغانی الحسن بن محمد بن الحسن بن حیدر العدوی العمری الصغانی می باشد که در سال 577 هجری تولد شده، سال 650 هجری در سن 73 سالگی وفات کرده است. نعم. خب الحديث الرابع، حدیثی چهارم. خب فهموها. حدیث سیوم کدام حدیث بوده؟ صوموا تصحوا، روزه گیرید صحت می شوید. الحديث الرابع، حدیثی چهارم. من افطر یوما من رمضان من غیر عذر لم یقضه صوم الدهر و ان صامه، یعنی کسی یک روزی از ماه رمضان بخورد بدون عذر، یکون عذر نباشد، بی عذر اگر یک روز رمضان خورد، قضاگی روزه یعنی که عمر باد، یا که گویم یک دهر، 100 ساله چه قضاگی و چکار مهنت ایواز کرده نمیتواند. و این سامه اگر چه 100 ساله چکار کند، یک عمر یعنی گویم روزه گیرد دیگر و یا ایواز کرده نمیتواند. الحدیث علقه البخاری فی صحیحه، این حدیث را بخاری در صحیحش تعلیق کرده است، یعنی بدون اسناد ذکر کرده است. و ابن خزیمه همچنین ابن خزیمه هم ذکر کرده است. و الاربعه یعنی که اصحابی چهار سنن، ترمذی، ابن ماجه و نسائی. و قال ابن حجر گفته است، در کجا گفته است؟ فی فتح الباری، در کتاب فتح الباری که شرح صحیح بخاری می باشد. و اختلف فیه علی حبیب ابن ابی ثابت اختلافا کثیرا، در موردی که در همین حدیث در مورد حبیب ابن ابی ثابت اختلافی بسیار کرده شده است. فحصلت فیه 3 علل، در همین حدیث 3 علت آمدگی است. الاضطراب، علتی اضطراب آمده، و الجهل آمده است بحال ابی المطاوس، اویدی حالی ابو مطاوس که ابو مطوس این دیدن در کار. و شک فی سماع ابیه من ابی هریره، همچنین شک است در مورد شنیدن پدرش این سخن را از ابو هریره. و قال ابن خزیمه بعد روایته، ابن خزیمه بعد از روایت کردنش چنین گفته است که ان صح الخبر فانی لا اعرف ابن المطاوس ولا اباه، اگر این حدیث یا که این خبر صحیح باشد واقعا در حقیقت من یعنی ابن المطاوس را نمیشناسم و پدرش را نیز نمیشناسم گفته است. نعم. اکتفی و صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله رب العالمين.